تاجیکستان سرزمین آبهای مصفا. آب آغاز آفرینش. من آبم. عالم و آدم را شاداب می کنم. در کائناتی بیکنار این رنگ من است که بشریان زمین شاریده آن را سبز و خرم گردانیده است. زیر زمین، بالای زمین و پیریخ‌های عظیم مخزن من است. به من و به آنچه که از برکت من می روید حیات وجود داشته نمی تواند. هزاران لب تشنه را سیراب می کنم. به جسم و جان هزاران نفر درمان و راحت رسان می شوم. بله، تشنه را یک قطره آب از دور دریا خوشتر است. گشنه را یک برده نان از گنج دنیا بهتر است. یا در جای دیگر تلقین کردند که آب و آبادی به هم پیوسته است. آب اگر نبود حیات هم بسته است. اما بعضاً از مناسبت نادرستی ایده از آدمان غمگین و مایوس می شوم. اگر به من توجه ظاهر نکنند و از من پشتیبانی نمایند، اقتدار و تواناییم را از دست می دهم و دیگر نمی توانم خرمی و زیبایی زمین را نگاه دارم و از هستی من مردمان روی زمین سعادت روزگار خود را دریابند. بله، تمام برد و باخت و حادثه و آفت‌هایی که در روی زمین به وقوع می آیند از مناسبت نادرست به طبیعت سر می زنند که اساس هستی آن آب است. توجه، تلاش، پشتیبانی و دعوت جامعه جهان به همکاری دایر به حل مشکل‌های مربوط به آب و تغییریابی اقلیم از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی الرحمن اقدام بشردوستانه و غمخواری خالصانه نسبت به مردمان سیاره زمین می باشد که این از طینت پاک و فطرت بیغش این ابرمرد بشردوست و تاریخی برمی آید. رسما اعتراف شدن و در عمل تطبیق گردیدن 4 تشبس جهانی جانب تاجیکستان پیرامون مسئله های وابسته به آب از طرف بانفوذترین نهاد بین المللی سازمان ملل متحد، فرهنگ والای نیکاندیشی و انسان دوستی پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را بازگو می کند. استقبال از عملی شوی تشبس نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی الرحمن تحت عنوان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028